نمایندگان پارلمان و جامعه روزنامه‌نگاری 14 می در شهر دوشنبه آخرین تحریر قانون واسطه‌های اخبار عامه تاجیکستان را بررسی کردند. گفته شد این کاملترین قانون خواهد بود که بر پایه تجربه‌های پیشرفته کار رسانه‌های همگانی را در کشور تنظیم خواهد کرد. در ابتدا تجربه کشورهای مختلف منطقه تحلیل سندهای قانونگذاری تنظیم کننده فعالیت واسطه‌های اخبار عامه آموخته شدند و با تحلیل و خلاصه های کارشناسان سطح بین المللی نیز آشنا گردیده شد. اما برخی از نمایندگان سازمان‌های روزنامه‌نگاری گفتند طرح نو مانع‌های زیادی ثبت نام رسانه‌ها را برطرف نکرد. اگر ما خواهیم که قانون ما قانون معاصر باشد، پیش از همه مسئله بقایدگیری دولتی را به طریق آگاه نمودن مقامات دولتی ثبت کنیم در قانون. یعنی شما میخواهید واسطه اخبار عامه را تأسیس بدید، اسناد خود را آماده میکنید و مقامات وکالت را آگاه میکنید که ما از فلان روز یا فلان سال ما با فعالیت شروع میکنیم. همزمان برای ثبت رسانه نو دیگر معلوماتنامه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان طلب کردن نخواهد شد. پیشتر هم این معلوماتنامه را قانون پیش بینی نمی کرد، ولی مقامات ثبت کننده آن را طلب می کردند. در ترتیب به حسابگیری مثال سبوکی ها الوه شده است. مثال عادتاً تجربه نشان می‌دهد که حجت‌های زیاد اجباری طلب کرده می‌شوند از وسایل اخباری عامه. در قانون دقیقاً نشان داده شده است که بجز این روی خط حجت‌های دیگر رو حق ندارد کسی از شما طلب کردن. جامعه روزنامه‌نگاری به لایحه معیارهای گوناگونی را در بخش آزادی بیان، حقوق انسان، مسئله مدیریت رسانه‌ها و موردهای بحث برانگیز زیادی را پیشنهاد کردند. نماینده‌های این بخش می‌گویند که باید این قانونی باشد که برای رشد بازار رسانه‌ها یاری رساند. پیشکش کردن حجت‌ها میتوانند آنلاین هم باشند. با غرض از این در مسئله تبعیض بسیار نکته‌های مهم در آنجا جا داده شده است. در مسئله حقوق کودک بسیار بندهای الهیده هست که جا کرده شده است. مسئله تصنیف بندی سن و سالی است. مسئله حمایه آدمان امکانیت‌هاشون محدود است. مسئله حتما جاری کردن ترجمان سردولوژی برای نفرانی که شنوانیشان سست است در برنامه‌های خبری. مسئله اهمیت بیشتر دادن به پخش اطلاعی که با اقلیت‌های ملی به زبان‌های اونا مناسبت دارند، این چیزها به نظر داشته شده است. در بررسی لایحه قانون نگرانی‌های صدا داد که همیشه پیشنهادهای جامعه بعداً از سوی پارلمان پذیرفته نمی‌شوند. اما مسئولان پارلمان گفتند نظر جامعه این بار جداً به اعتبار گرفته خواهد شد. امروز که نیز ما اطمینان داریم که این محاکمه آخرین خواهد شد و با همین اون پیشنهاد و تکلیف‌هایی که از جانب یعنی نمایندگان واسطه اخبار عامه پیشنهاد گردیده ایستاده است. البته مورد بررسی خود وکیلان مجلس نمایندگان باز قرار خواهد گرفت. ما اطمینان داریم که هر پیشنهادی که بر منفعت جامعه است، بر منفعت دولت است و امنیت جامعه و امنیت دولت را حفظ می‌کند، البته و به قانون وارد کرده می‌شود. تاجیکستان برای قانون‌های سختگیرانه‌اش در بخش رسانه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی همیشه تنقید می‌شود. قانون تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار عامه هنوز در زمان اتحاد شوروی ماه دکبر سال 1990 زیر فشار جنبش‌های شهروندی تاجیکستان پذیرفته شده بود. بعداً در سال 1997 قانون تنظیم کننده تلویزیون و رادیو به توصیب رسید که بعدها با آن تغییر و الهه‌ها وارد کرده شد. اکنون با قبول این قانون نو، قانون‌های مذکور به اعتبار اعلان می‌شوند.